بسته دیگه، تا کی میخوای به اون پسر رو نگاه کنی؟ پسر کلیه درد گرفته. اینجا که همش باید دستشویی صحرایی استفاده کنه. آره. عثمان چون ببخشید امینه جان، قربونت برم. میگم عثمان تکلیف ما بالاخره چی میشه ها؟ بچه‌ها من چیز میخوام. چی بودون؟ تخم مرغ نداریم، میشه برین از مغازه بگیرین؟ آفرین. نه این چه حرفیه خانم، مرغداری ما همون جاست. مرغا اونجا، مرغدونی هم نمیتونین برین 2 تا تخم مرغ بردارین؟ کی نمیتونه بره؟ ما؟ اگه راست میگی برو. باشه میرم. بازش کن دختر. در باز کن. از من به تو نصیحت، اینقدر این دخترها رو نفرست پیش اون خانواده‌ای که با کاروان اومدن اینجا. چرا بابا؟ چرا؟ اونجا پسر مجرد هست. تو چت شده؟ ها؟ به من بگو چت شده؟ چند روز واسه من نخم و تخم میکنی؟ بسته دیگه، خجالت داره. منم برم کشتی لقمه‌مو میگیرم. شما غذاتون رو بخورین، نوش جونتون. اتفاقا کار تو زشته. اگه اینقدر لجباز نبودی تا حالا 10 بار با عثمان ازدواج کرده بودم. والا چی بگم آسمان خانم؟ بگم 1 2 تا 3 تا. وای خدا، از کجا فهمیدی دختر؟ 3 تا من 3 تا شوهر کردم زیر خان. خیلی آدمه با شخصیتی خیلی واقعا. بله همینطوره. دیگه منم کم کم برم. شما دیگه کی هستی؟ تو روستای من چی کار میکنی ها؟ از امینه خبری نیست بابا، میگم بلایی سرش نیورده باشه. ما خانم با زحمت افتادن. ببخشید سر صبحی مزاحم شما هم شدیم ها. راستش من فالمو برای یاگش خانم گفتم، بعدونم رفته به خدیجه خانم گفته. خلاصه همینجوری دهن به دهن چرخیده دیگه. هر چی زن تو روستامونه همه فهمیدن دیگه. هر کی که شنیده اومده.